سلام معامله‌گران عزیز، امیدوارم پربرکت و پرسود باشید. یه نگاه میندازیم به وضعیت بیت کوین و اتریوم و ببینیم که آیا ریزش ها و اصلاح ادامه داره و یا برمیگردیم و دوباره به سمت صعودی و رشد میریم. بر اساس تحلیل ها کیف پول هایی که بین 10 تا 10,000 بیت کوین نگه می‌دارن در چند هفته اخیر به طور معنیداری افزوده شدند. بیش از 20,000 بیت کوین تازه از زمان اصلاح قیمتی انباشت شده. در مجموع بیش از 225,000 بیت کوین از مارس تا کنون انباشت شده. این روند همواره نشانه ای از جمع‌آوری و پتانسیل رشد و اعتماد به رشد بلند مدته. همچنین گزارش ها نشون میده والها همچنان در ناحیه $115,000 فعالن و این خریدها در برابر جریان خروج ETF ها به عنوان یک سیگنال تقویت کننده بازار مطرح میشه. خلاصه بعد نهنگ ها در بیت کوین فعالانه خرید میکنن و در حال انباشت هستن. این روند رو نشون میده که به عنوان نشانه از ثبات و احتمال بازگشت رالی قیمتی زیاده. اتریوم در هفته اخیر یک نهنگ یا یک نهاد بزرگ حدود 373,110 اتریوم معادل $1,620,000,000 خرید کرد و موجودی کل به 1,523,373 اتریوم رسیده. این حجم خرید در کوتاه مدت یک حرکت بسیار قدرتمند و قابل توجهه. علاوه بر این نهنگ‌ها و مؤسسات دیگر نیز حدود $882 میلیون اتریوم در آگوست جذب کردند، یک نشانه قوی از تقاضای نهادی پیوسته. حتی در بازده بسیار کوتاه 72 ساعت اخیر 3 نهنگ فقط در 24 ساعت گذشته مقدار $435 میلیون اتریوم خریداری کردند. یکی از این خریدها شامل 60,000 اتریوم بوده. علاوه بر انباشت در سطح ارز پایه، برخی نهنگ‌ها هم اکنون در حال انباشت توکن‌های مرتبط با اتریوم مثل AVA و لینک و دیگر آلت کوین ها هستند. در نتیجه جمع‌بندی اتریوم هم مثبت و هم پررنگ‌تر از بیت کوینه، ولی هر دو نشان دهنده اعتماد معامله‌گران کلان به این دو ارز هست و در آینده به اصطلاح در میان مدت و بلند مدت رشد و اعتماد رو نشون میده. جمع‌بندی میکنیم نهنگ ها در حال انباشت هستن، به ویژه اتریوم با شتاب بیشتر و بیت کوین با روند مستمر و محافظه کارانه. این روندها احتمالاً نشان دهنده اطمینان بلند مدت اونها به رمز ارزهاست. امیدوارم پربرکت باشید.